یکی از سوالهای دیگری که در ماه رمضان بیشتر پرسیده میشه است که در هنگام سحری شخص با شنیدن اذان صبح آیا از خوردن و نوشیدن خودداری بکنه و یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که هرگاه شخص مطمئن هست که اذان فجر همزمان با داخل شدن فجر هست، لزوما باید از خوردن و نوشیدن خودداری بکنه. اما اگر اذان صبح قبل از داخل شدن فجر باشه، به این صورت شخص میتونه تا هنگامی که از داخل شدن فجر متيقن نشده به خوردن و نوشیدن ادامه بده. البته در اینجا یک نکته لازم است یادآوری شود برای مؤذنین و مولای امامای مساجد که اونها لازما قبل از داخل شدن فجر باید اذان نتن، چون شریعت اسلامی به تأخیر سحری تشویق کرده. به این خاطر اونها هنگامی که از داخل شدن فجر مطمئن شدن باید اذان بتن، چون اغلب مردم با اذان فجر از خوردن و نوشیدن خودداری میکنن. و این ذهنیتی که گویا ما قبل از داخل شدن فجر از روی احتیاط اذان بتیم، این ذهنیت مثبتی نیست.